گداریا رادیو تزش مسکوی دکن سلاف و دمو بخیر گدارین دلان رادیو تزوند کارن ببین تو رو اینترنت بوی ناونی شانی مالپرا آریا تزه نقطه کم ایرو شمی دونسته گلانیه گداریا دنگو باسین گرینگ ین و هفته بکن سرک وزیر هریم کردستان سر و خواندن که فرمی هشت گلان ایواری لگل شانده که سردان موسکوی کرد. سرک وزیر هریم کردستان نیچروان برزانی ایوار روز چهارشنبه نیو گلان بازار موسکوی پایتخت روسی میدان سور لگل میوان و شانده دن ین ولاتان بجداری بیرانینا سرکفتن شهر مزن یه نشتیمانی شهر جیانی یه دیان بود. پشتی چالاکین مراسمی سرک وزیر نیچروان برزانی و سروک روسیه فدرال کوشکا کرمل جویان و هر دو آلیان تکلین دیروکیین هر دو گلین روسیه و کردستان اوناخین جدا دا گوتوبیش کرن و سر زیدتر پیشخستن وان تکلیان آخوین. دا جوین دا پوتین پشتوانی خوش بو گل کردستانی و پیشخستن تکلیان تمو واران دا و بتایبتی دواری آبوری انرژی و جواکی دا نشان دا. بریار روز 24 گلان سانت پتربورگ جوین سالان یا آبوری ور انجام دان و حکمت هریم کردستان با یک فرمی هاتیه بخوندن. نیچروان برزانی سپاسی ولادیمیر پوتین کرد که بو سردان موسکوی بخوند و تکس کرد که هریم کردستانی پیشوازیل هر پینگاوی که به سدم و پیشخستان پیوندین هریم کردستانی و روسیه دکه. نیچروان برزانی پرتوکه که دیاری دا سروکی روسی ولادیمیر پوتین. نوورو که پرتوکی بس خبات کردن یکتیا سوویت یا دباشر جهانی یا دیام دادکه. پشتی سردان نیچروان برزانی بو موسکوی ده گلانی بایلوزی آمریکا یل عراق دوگلاس سلیمان و شوندکل گلوی سردان هبلیری کرد. لگوری آگاهین مال پر حکمت هریم کردستانی که تهدیدن دا آمده کارین البجارتن پارلمانتوی عراق نرخاندنه و هیویا خواه آلی نظمان که با یک بریک و پیک و دموکراتیک ور انجام دان و پشتی البجارتن جی آلین عراقیش بو دمزراندن حکمت نو یا عراق دست بدیالوگ که جدی بکن. تهدیدن دا دوگلاس سلیمان هیویا خواه آلی نظمان که آلین کردی یک دنگی یک ریزی هزا خال بغدای بپاریزن و رول کوان یا بربچرد سرکفتن البجارتنان و پیکانی ناکبت نو یا عراقی دا هبه. سرک وزیر هریم کردستانی تکزی کری که هلدون جدید دن دا که آلین کردستانی الپارلمانتوی بیا عراقی وکه برای خود یک ریزی و یک دنگی خواه بپاریزن و پیستر بکن. دونزده گلانی البجارتن گیشت ین عراق بریواده چکل عراق و هریم کردستان 24 میلیون البجارت کارن دنگ بدن. پارلمانتوی عراق 232 کرسی هنه که 46 وانش پاریزگه این هریم کردستان هبلیر دهوک و سلیمانی درد کبن. انجام البجارتن امید برنامه خواه هفتیاتی و آگدار بکن. لی دروش بریوی البجارتن تایبت ینج بو پارلمانتوی عراق پیشمی سری سبه ده گلانی پاریزگه این عراق و هریم کردستان اروا دروی والد دست بکر و حتی دمجمور ساعت 50 بدوام بود. دنگدانا تایبت دا هیزن بلکاری و پیشبرگه گوری هجمار کواتی دستیشان کرن چون سر صندوقان و دنگ خودان. گوری ارجاع که کمیسیون بلند سیاست خویال بجارتنان یا عراق دستیشان کریه سرانسر عراق نسل 43,000 و 639 کس کارین بجداری دنگدانا تایبت ببند وش بوان 424 بنگین دنگدانی هاتنه دانین. دنگدیرین تایبت ین هریم کردستانی جید 247,000 و 422 دنگدیرن و نودنه بنگین دنگدانی جید جبوان هاتنه کرن. هات راگیاندن کرجه بجداریا دنگدان تایبت عراق و هریم کردستانی 72 سلفه. کرکوکی 25,000 و 72 چکدارین وزارت نوخایی و بروانی عراقی 15 بنگیان دنگ خودان. نوی هجمانی دا 9,205 که شیزن اولی ین خواجی بون و دنگ دیرین دنجی چکدارین وان هزان بون کت 16 جوتمه دا هاتنه کرکوکی وروا جبوان پروسیو دنگدانی بی پرسگریک بو. همین دمیل کرکوکی نو بنگین دنگدانی پرسگریک و آستنگین مزل بروان پیشمرگه نبو که نوی وان البنگین سینوری کرکوکی هاته بون اوش دنگدانی هاتن بپار کرن. جگری سروکی پارتی دموکراتیا کردستان نیچروان برزانی پیشمی ده گلانی لبلیری بجداری آهنگ هری داوی یا لیسته 184 یا پدکه بو او گوتارک پیشکش کرد. نیچروان برزانی جنیارین پارتی دموکراتیا کردستانی را راگیاند کش دیرو که درسی ور بگرن و دش جنیارت یا پدکه بردن چمکو پشت راهون همو بدگرن هبلیری. نیچروان برزانی دیار کرد که پدکه دوی البجارتنی تا جاره که دنج بو بدستقستنا مافین خلق کردستانی دچه بغدای و گوت از آلین سیاسیین کردستانی خواست دکم که پشتی البجارتنان آمده بین که ام فبر آروننش بو دانینا برنامه و پلان کردستانی یا هفبش بو گوتو بیجه گل آلین سیاسی ین عراقی.
سرکوزیر هریم کردستان نیچران بارزانی دوشنبه 8 گلان روز 3 ایلون 2018 و که روز البجارترین هریم کردستانی دیار کرد. بریار بو کل بجارترین پارلمانتوی کردستانی و سرکاتیا هریم کردستانی روز 1 مرداد 2017 با تکرن لیش بر بیارین 16 جوتمه و دریش کردن هیام کاری پارلمانتویش جبو 8 میدن البجارترین جهات نه باشخستن. هر با روز 12 گلان جدل سرانسر عراق و باشوری کردستانی البجارترین پارلمانتوی عراقی بکردن. یک شمی 6 گلونی پارتی دموکرات کردستان چرچوه کمپانی خواهیم بون بجارترین پارلمانتوی عراقی دا کارنوالا که مزن بولیست سه تشتی چرا یا خال باجوری دا حوکی ساز کرد که جیگری سروک پدکی نیچران برزانی جیتی دا آمده بو او گوتارک پیشکش کرد. نیچران برزانی را گیاند سر آست کردستانی و عراقی حساب مزنترین پارتی کردستانی بو پدکی تی کرن. پدکی جی علام کری حتی که پدکی هبه خلق کردستانی دی پاراستی به. نیچران برزانی رو دیار کرد پدکی گلک سرویری بو هری با کردستان تومار کرنه نهاجی اف دی قناقه کردن دست بکن او اف دی بو بروانی کرنا المافی گل بچن بغدای نیچیروان برزانی هر و امجه بیکی کرکو بدکی هردم او هر شرط و مرجه که دا گل او کلک و خلق خوا و گل کردستانی سکنیه و مدویه بر بسیاریان گوتنا نیچیروان برزانی بدکی هم دروژین رش و تاری و هم جی دروژین گش دال گل خلق کردستانی بویه او دی هر بمینجی بدف که اکبر داریم کردستان سفید زیر و جد شمی هفته گلانی هولیری جوینه که چپامنی دا در باری هنرده کرنا پترول کرکوکی دارا گیاند سر هنرده کرنا اوی 250,000 برمیلین که بری شلی اکبر داریم کردستانی و پترول کرکوکی دهات هنرده کرن و پشتی بویارین سال در بازبوی 16 جوتمه بن کنترول حکمت عراقی دایه شلی اکبر داریم کردستانی و پیشنیارک پیشکشی وزارت پترول و سرک وزیر عراقی را هاتیه کرن دزیر و اشکره کرد پیشنیار اف پترول کنه سود جی نوی برگردن بریا هری با کردستانی و هنرده ترکیه بکن کمپانی سومو که یا عراقی بلا بازار بکه او بفروشه تا تا ویجی تیخ خزینه گیشت یا عراقی وی آوایی هری با کردستانی و همو عراق ده جی سود بر بگره میری ایدین کردستان و جیانی میر تحسین بک پیام کشبوه بجارتن عراقی بلاف کرد و تی دخوازش کردن ایزدی کرد که برداری به واجو دنگدانی دا بکن میری ایدین کردستان و جیانی میر تحسین بک اروپا وقت باشوری کردستانی که ایزدیش بو برداری کردن بجارتن پارلمانتوی عراقی آمده بن میر تحسین بک دبیجه چقدر زیده تر بچن سر صندوق دنگدانی دینونرین وال بغداد افقاسی زیده تر بن میر تحسین بک واگود ایزدین عراقی آلمانی همو دستکی 12 گلانی بچن سر صندوق و دنگی خو بدن از دیگلک ممنون بم اگر هون زیده هرن دی کرسیم واجی بغدای زیده ببه د جواتن کردن ازدید مجرا البجارتنا گرم و اف دخوازن وان دوی آمده که پیس البغدای به دکو بروانی المافین خو بکن پارلمانتوی عراق یک کوتا بو کردن ازدی لیش بلی بی یکی زیده در پینجی کردن ازدی خال سرلیستین جدا کرن نامزد دزگاه خیرخوازی یا برزانی بدوخینی که بانک حکمت هریم کردستان حکمت عراقی رخصتن نتوان یک بوی رخصتن نو دولتی و کنسولخانه‌ای دکه که خواب بگیرن هوارو کوچبرین سر جای شنگالی کوچبر لیی ترافشک خراب دانه دزگاه خیرخوازی یا برزانی داخلی خود اورگیان دیه جبر بارون و پیس یا سر جای شنگالی پشک مزن یا کوچبرین کردن ازدی نشتجین سر جای شنگالی ضرر و زیانه که مزن دیدنه صدان مالبت همو کلوپل نو مال خوش دستانه لو جانوان گرام بویه هر با داخلی دهاتی دیار کرن سدم و پورچون وان دزگاه خیرخوازی یا بارزانی جالی پیوندیداری حکمت هریم کردستانی حکمت عراقی رخصتن نتوان یک بوی رخصتن نادولتی او کنسولخانه‌ای دخواست که خواب بگینن هورا خوشک و براین کردن ازدی ین سر جای شنگالی جبو وی سدم جی دزگاه خیرخوازی یا بارزانی جالی لوجستیک و گیاندن والیکاری او پروکرنا وان سر ضرر دیت یاندا آمده بون خانیشان داده که رفش وان جنا خرابتر نهبه پارتی دموکراتی کردستانی سوری داخوش دربدرین افرینی دیگه وگرن گندن خوا سر آستا سوری جید بجه جار سر کرنا همو پرسگری کن کریزا سوری بجیب جی کرنا بریارین انجمان آسایش نو دولتی دبه کمیته نوند یا پدکی سه کل هبلیری جویابو داخینیک بلاف کر و دازانین که پدکی سه جوینی دا بس رفشا افرینی کر و داخوش شخصی افرینی ینش انجام ینش آرتش ترکیه سروی باجاری دربدر و کوچبر بونه کر که وگرن گندن خوا هر وا پدکی سه داخوش اندامن اولیگرین خواهی افرینی کرد که دوی رفش آورده دا اولی گلی خواه را بستن و اولی کاری آوان بکن
پیودار هزین سوری دموکراتیک رادگین هزین حسده افرین فشوازن جدا جدا شرخا بردوان دکن. پیودار حسده کینو گابریل سر دوباره دست بکرنا اپراسیون باگری جزیره روشلاتی جمعی فرات رگیان. اپراسیون باگر فرات پشتوانیا هپیمانیا ناف دولتی و دنو وید آمریکا و فرانسا بردوام و هزین واجل سر عرده هنه و دوی که هفبش سرکتیان حسده و شورمندی واندا هیه. در باری گفین ترکیه دست بکرنا اپراسیون که سر من بیجی دا پیودار حسده گود. گور گنگشین نابر ما و سرکتیان لشکریین هفپیمانیان دا وان جمعه تکس کرن که هفپیمانیا ناف دولتی دی پاراستان دیورین که هزین حسده لیه بکن. در باری یریشن رژیم سوری سر خالد حسدل در زور جیگود. هفپیمانیا ناف دولتی دروبروبونا هزین رژیم سوری و میلیسین سر بیواجی بردوانن تایبتی جیل در زوری. سر پلان حسدل افرین پیودار حسده گود. افرین هزین ما بشوازن جدا جدا اپراسیون خواه بردوان دکن و داخوازش ترکی دکن که هزی خواه افرین بکشینه و رزل سرویری خواه سوری بگره. سیاستمدار کرد و هفشاردار بری مردین احمد ترک دیار کرد که هتبه هلبجارتن بویکوت نکه و دمیتاش دی در دور سدی 15 دنگان بدست بخه. احمد ترکش بالپرا دکن یا ترکیه را دیار کرد. دروژه هتبه دا بویکوت کردن هلبجارتن نینه و راکیاند. هفلین وان بردوان تا دمیتاش بو گرا دیامین یا هلبجارتن سرکرمتی بمینه. احمد ترک درباره نامزدیا دمیتاش داشتی واه کد. امید گرا یکمین دا پشکریا نامزد خود دمیتاش بکن. گرا دیامی جمی شرط و مرجن وی دمیل گل پارتی خواه گوتو بیش بکن. تو کس نکاره بی کردان ترکیه دموکراتیک بکه و دستلاتی بکویرینه. احمد ترک راگیان جی دمیتاش دی در دور 15 دنگان دست بخه و گلک مرومین دموکرات رفشنبیر و خودی ویجدان وی دنگی خواه بدن دمیتاش. پیشمی دیو گلانی شرکی گراند نابر گرلان پارتی کارکرین کردستانی و هزین ارتش ترکیه دا بلندیان سیدکانی دست بکریه و حتی آمده کرنا و بین و چیجی شر نابر هر دو آلیان دا بردوامه. ریوبری نهیا سیدکان یا گریدای قضا سورانی درباره بیکی دا راگیاند. شر لچای دلی گندی ساپاندی سیدکانی و هر دو آلیب چکل سبک و گران شری هفدکن. آلی که دن نابند راگیاندن هزین پاراستنا گل که باز که لشکری پکیکیه راگیاند کد انجام یریش که هزین وان بو سر ارتش ترکیه دا دور لیلکان یا جای برا دوست هفت لشکرین ترکیه هاتن کشتن. درباره شهر سینوری سیدکانی دا ارتش ترکیه و رایدر وی ولاتی هیچ تدخینی ندانه. یکمین رمان کرمانجی یا کل رجلات کردستانی هاتیه نویسین چاپو. رمان نویسکار اوسوی حمید یا بناوی هوارا بلوری شالی به شاخانه پینوس و تهران پایتخت ایرانی چاپو. هجای گوتن یا هوارا بلوری یکمین رمان کرمانجی کل رجلات کردستانی هاتیه نویسین و چاپ کردن. نویسکار رمان هوارا بلوری اوسوی حمید سال 1970 دال بازارکی خوی یه رجلات کردستانی دایک بویه. اندزیار اول بازار پیرانشاری رجلات کردستانی به سالن پروژه آبند دا کار کریه. هر وال انجمن ویژه یاروناک و چرای دا جی گرتیه و سر هلبست و پخشانه گلگی کار کریه. دو رومان دن یه نویسکار جیب داوی بونه وش بر چاپینه. دنگ و بحثین جیانی ولادیمیر پوتین جارا چاران بو سروکی روسیه و کرمل سوندا یاسایی خور. روز هفته گلانی سروکی روسیه ولادیمیر پوتین مراسمی که دل قصر کرمل سوندا یاسایی بو پاراستان ولات خور و مراسمی داجی گوت ارتدگی ارکیوی مزل امبر گلی روسیه و سوز دا کب همو ارکی خورا بش بو کشپدان و پیش روزا روسیه. پوتین تکس کرد و روسیه بریارین دیروکی بده دا جارا نویسا وی ولاتی جبو دمکتریش دیار بکه. ولادیمیر پوتین سال 2000 حتی 2008 دو دمی 4 سالی دی بو سروکی روسیه. پشت سال 2012 جبو دما 6 سالان بو سروکی روسیه و ای سال جیش بو 6 سال دن هات بجارتن. جالی که دن و پوتین بربجیر خواه دیمیتری مدویدیوش بو سروکاتیا حکمت پیشکشی انجمن نونرن دوما کر. پایتخت روسیه مسکوی ببونا سالبگیرا هفته سیامین تکچون آلمانیا فاشیستا لمبری یکتیا سوویتش بو کسین شهر دجی فاشیستان دا مشا لیوای نمران بریوچو. یکتیا سوویت شهر جیانی یه دیامین دا و شهر نشتیمانی یه مزن دجی آلمانی شهر کرد و بسر کرد. 100,000 کسر گلویناین با پیرین خواهین بردار شهری ببون تف لیوای نمران المسکوی بو. اف مشا کجاره یکم سال 2012 دال باجاری تومسکی بریوچو و پاشل توایی ولاد و سرنسری جانی بلاو بو. برداری وی ستران تیماین شهر و سرکفتن دمو مشیدا دگوتن.
Тіо бурі серед вазири Ізраїлі Бенямін Нетаняу псаруки Русі Владимир Путін ро Москвою джув'я у гешморок досі навчи гуту бешкаран. Серед вазири Ізраїлі береко бер Москвою вабривагере лифрукханай Тель-Авіві регіон деревшаного йоль Сурії до гринге вонангіо пестерд ноберо Русія у Ізраїлі до гебе. Лгур готіє беловкрин межорин серекеєн дживіно Нетаняу у Путін векшандино Америка жрекефтино атоміо біроні ро у гебуно хотіо Іраніль Суріїне. Seruki Amerika i Donald Trump derbori pejmona nukleari jab Irani ra, kosh ali 5+1 Amerika, Rusya, Almanya, Çin, Fransa, Britanya ve hatiye imzekrin, dakhini da u Amerikaş pejmona nukleari ya Irani vedkşe u dorpeçin aboriji nutin sepandan. Seruki Amerika i Trump Irani sponsoriyo terori tavanbar kar u got, Irani salon terör u alozi finanse kriye u pişgrid de rixastenin vaki Hezbollahi. Trump pejmona nukleari ya kusala 2015 hatiye imzekrin vaki شرمک مزن خوند او گفت اف پیمان شرمک مزنه پیمانه که ترسانوک او یک آلیه اف پیمان آشتی آرامی ناینه او دی نینشی سروکی آمریکای دیار کرد که پیمان نوکلری پیشا آرماجن ایرانیین هرمی نکردیه او را گیاند ام وی پیمان رزیای نکار ریل بر برنامه نوکلری ایرانی بکرن از رادگینم که آمریکا دیش پیمانی وکشه از مموراندوم سرکاتی امضا بکم او امیج نو و دورپیچن آبوریل سر ایرانی بسپینن سرکومر ایرانی حسن روحانی لمبر بریار ترامپ یا وکشین جرکفتن اتمی به تک نشان دا او را گیاند آمریکا پیمانین خود دشکنه حسن روحانی هر ووا گفت آمریکا پشگریا تروری دکه روحانی دیار کرد که ایران با بندی سوز خوین چارچوبای رکفتن اتمی دا بویه سرکومر ایرانی هر ووا دست نشان کرد آمریکا اثبات کرد که رئیس رکفتن نادولتی ناگره حسن روحانی هر ووا گفت رکفتن اتمی رکفتن نابر ایران و آمریکا بتنینینه او رکفتن که نادولتی روسیا دلگرانی خیا وکشین آمریکا شرکتن اتمیل گل ایرانی نشان داد. وزارت برونی روسیه درباره وی مجاری داخلی داد. دوی داخلی تو وزارت برونی روسیه را گیاند. وکشین آمریکا شرکتن اتمیل گل ایرانی دی اولیه نادولتی به خدمت رسیه. بردف که وزارت درباره روسیه برای زخارو جرا گیاند که ایران رول که باندول تکوشینا دژی ترور نادولتی تا اوب تایبتی جل سوریه دلیزه او درباره لوشین رکفتن اتمی ایرانی را هشیاری داد. ماریا زخارو گفت اگر رکفتن اتمی یا ایرانی را هلوشه و ولات رجوایی بردوامی تهرانی تومتوار بکن با بندی رکفتن نبونه اف یک دبه بستدم که ولات نکاربن تکوشینا دژی تروری دا چالاک ببن. بریار ایرو سروک آمریکا دونالد ترامپ درباره رکفتن اتمی گل ایرانی دا بریار خو اشکره بگه. Almanya, Fransa, Britanya, Rusya u Çin dişi derketin Amerika şirketin atomi yap İran'ı raya u hev dedin ki Donald Trump razı bıka ki rikeftin be Paris'e. Aliye kedin hinvalatından yivake İsrail, Arabistan, Saudi, İmarat u çend valatından peşgiriyor elbette Amerika'yı dikin u duxazın ki Trump rikeftin vekşe. İran redd dike ki derbari rikeftin atomi u bernamay khaya muşaki dal gel tıvalatı ki Danistan'dan bike. Her va İran'ı gefavi yeki kiriye ki eğer Amerika rikeftin derkeve ev دی دابن خواهین اتمی بخن کار و دی دم دست دا خبتاندن اورانیوم 20 سده بکن کش بری کفتنال گلوالات این گروپ 5+1 روستاندیه برپرس سیاست دربا یا یکتی اروپا فدریکا موگیرینی رادگینه یکتی اروپا سر کفتن اتمی یا پیرانی رادمینه و دی حول پاراستنا اوی بده پشت دخینی سروک آمریکا یا وکشینا جر کفتن اتمی فدریکا موگیرینی پایتخت ایتالیا رومای گوت یکتی اروپا دخینی سروک آمریکا دلگرانه و دازانین که رکفتن اتمیش با اولیه نافچه اروپا و تویا جیانی پیوسته موگیرینی پیام گیانده برپرس ایرانی گوت ری ندن کسی که وی رکفتن البشینه رکفتنش انجام سرکفتن که دیپلماسی هاتی انجام دان امی پهر و بجوا که نو دولتی را پراستناوی رکفتنی بکن ترکیه رادگینه وکشین آمریکا اجری کفتن اتمی دیبه به سدم شهر نو و آلوسیان بدف که سرکومری ترکیه ابراهیم کالنش سر هجمان خواه تورا جواکی تویتر دژی بریار سرک آمریکا دونالد ترامپ یا درباره وکشین اجری کفتن اتمی دا نرازی بو نشان دا او گفت بریار ترامپ دیبه به سدم آلوسی و شهر نو پیمان اتمی گلولات دن دی بردوام بکن
سرکوزیر آلمانی آنگلا میرکل راگیان که پیوست اروپایی دی پشت خوب آمریکایی و گرینده. میرکل درباره مجرد بخشاندن آمریکاییش پیمان نوکلیری یا ایرانی را گفت. آمریکا نکاره پراستنامه بکه پیوست اروپا قدر خوب که دست خود اف ارکمه یا پیش روشیه. سرکومری فرانسه ایمانوئل ماکرون سر حساب خوین توییتر راگیان که فرانسه، آلمانی و بریتانیا درباره بریار آمریکایی یا بخشاندنش پیمان تفگیر هفپار دلگرانند. سروکی آمریکای دونالد ترامپ سر حساب خواه میدیا جواکی را گیاند که 12 حزیران سینگاپوری سروک کره باکور کیم جونگ اون را ده بجوه. ترامپ افدوخینی پشتی آمده کارین جوین وزیر دروازه آمریکا ماک پومپی این که پیونگیانگ کیم را هفدیتن پیکانی کرد. دم که پومپیوش کره باکور تاوی سه ولاتین آمریکی که کره باکور اف سربست بردن برگه هوا یا آندریوز درکت ترامپ و هفجین خو میلانی پیشوازی لوان کرن. دارین هیجا او بو وشانا دنگو بس نکته که شر چار پرچین کردستانی او کردین دیاسپورا هروا نوچین نتوی جاره کردن هفتیاتی دیسر سروی نابونیشانی بنجام نوچین هفته که امی راستی هبین آمدکار او رببرا برنامه بیلاس ترکیه حتی نی وشانا نو بمین دو خیر و خوشیده.